ریموتی که مشاهده میکنین ریموت فرکانس متغیر هستش. حالا این ریموت چیه؟ ببین این ریموت فرکانس 280 تا 490 مگاهرتز رو براتون تنظیم کنه. حالا چه شکلی؟ ببین این پتانسیومتر که اینجا هست و هر چقدر برخلاف عقربه ساعت یا عقربه ساعت بچرخونی باعث میشه که فرکانس کم و زیاد بشه. حالا من اینجا توی تسترم براتون میزنم تا شما ببینید. ببینین الان فرکانسی که نشون میده 360. حالا من اینو اگه زیادش کنم میتونم تو فرکانس مورد نظرم تنظیمش کنم. این هر چی دارم زیاد میکنم کم و زیاد میشه، تغییر میکنه. حالا اگه این جمپر پایینیشو بذارم، اگه دقت کنین اینجا جمپر داره، من پایینیشو میذارم. اگه نباشه جمپر 290 تا 320، ولی اگه این دفترش هم داره، اگه جمپر باشه از 320 تا 385 رو تنظیم میکنه. الان من جمپر رو گذاشتم، میتونم اینو باز ببرم بالاتر. همونجور که میبینی من اینجا کم و زیاد کنم فرکانسش تغییر میکنه. میبینی رفت رو 400، این رنج فرکانسش رفت بالاتر. حالا من جمپر بعدی رو باز بخوام بذارم تا 490 مگاهرتز هم براتون تنظیم میکنه. الان من اینجا میذارم، ببین الان 380 داره نشون میده. من اینو کم و زیاد کنم، ببینین تا 420 خلاف عقربه ساعت داره زیاد میشه، تا 490 هم میره براتون. بعد از اینکه فرکانسش رو تنظیم کردین دوباره نگه میدارین، 3 بار دکمه A رو میزنین، این دیگه خام میشه و کنار اون ریموتی که مثلا فرکانسش 330 اگه نگه دارین میتونین به صورت بلوتوثی کپی کنین. این مزیت ریموت فرکانس متغیره که از فرکانس 433 تا 315 یا 490 یا 280 مگاهرتز میتونه براتون تعریف بشه.